امید که صحت سلامت باشید. شما آمدید میگم در این برنامه با من هدیه محمدی. امروز اینجا برنامه ایدی است و مهمانان دران قصد داریم و این دست تمام بینده های عزیز و دوستان که ما را بینده هستن که از خارج و داخل کشور تهذیب و تحیت عرض می‌دارم. امید که یک عید خوب کنار همه باشد. در این برنامه ایدی هست با من هدیه محمدی. در کنار خود یک مهمان ویژه داریم که دکتر با استعداد هست. تا جان در برنامه خوش آمدید. خوش باشید هدیه جان. اول طریق است سلیم خلق خودت تبریک میگم و های عزیز تبریک میگم. امید که یک عید خوش و آرام داشته باشید. تشکر زنده باشید. تا عیدم عید چطور گذشت؟ تا عیدم عید بسیار خوب گذشت. فعالیت عید پر فرق داریم دیگه. حالا ما سوالات از خودتان می داشته باشیم. اگر در عین سوال خودتان سوالاتون از ما پرسیدیم میتونیم بپرسیم. یکی از خاطراتی که در عید داشتی و بسیار جالب تمام شده باشه چی است؟ البته خاطرات جالب زیاد هست، نمیشه انسان روش بس کنه، اما جالب ترین میشه که بود پدر جانم یعنی موضوع عیدی میگرفتم پیش از نماز جمعه برم. بازو همیشه وقت به من تاکید میکرد که من هر وقتی که از نماز جمعه اومدم برگیری میدم. باز من میگفتم نه خیر نه، وقتی که آمدی وقت نمیگیری پیش از اینکه بیت نماز جمعه برم. در عید چی آمادگی های خاص دارین دیگه؟ یا آمادگی های خاص است؟ یکی آمادگی عامیانه میباشه، یکی آمادگی خاص که به خودت میباشه و کجا دوست دارین بروید؟ آمادگی عامیانه کمی است که پاکاری و سمیوی چیزای عید جور میکنیم و آمادگی خاص به خودم است که لباس میخریم، آمادگی میگیریم و جایی که دوست دارم برم رستوران. در عید خیلی دوست دارین مهمان باشین یا میزبان؟ وزگی های عیدی میخواین بگیرین یا وکی عیدی میتونین؟ بعضی کسان نفرهای خاصی میراشته باشن که میخواین از او عیدی بگیره. شما در زندگیتان تو یک نفر هست یا بدل خودتان به شما کسی عیدی داره؟ البته عیدی که زیاد میگیریم از همه، از تمام قوم که هست عیدی میتوانیم خیلی زیاد از ما دوست داریم. دیگر برادرهای هستن چی خودشان میتونن چی جبران باشن و باید تدیست از روی عیدی رو دیگر جای هم خواستم که نمیدونم میخوان هست. بسیار خوب. در عید دال شده مثلا با خاطر به دست آوردن چیز دروغ گفته باشی؟ البته چرا نه، انسان یکم وقت مجبور میشه به خاطر بعضی چیزا دروغ بگویم. دیگه ما گفتیم یک روز خانم مامان میرفتیم دیگه چاش چیزا در اون رفتن شما نام خوردیم و برای ما خوردیم و در یگانه بله نمیشه دیگه عید بود انسان. حال در زندگیتون اتفاق افتاده تو تجربه دارین که کسی اصلا قابل تعریف نبوده و از اون تعریف کرده باشین که چقدر معقول هستی، چقدر نازنین هستی یا چی استعداد داری در حالی که اصلا نداشته؟ البته تعریف کردن یک انسان برای اون روحیه بخشیدن است و او خاطر انسان باید همیشه تعریف کنه و کسایی که قابل تعریف هستن ولی کسایی که زیاد روحیه‌شان خراب است و از خود تعریف نمیخواهند بشنون زیادتر از او باید تعریف کنیم و من خود این کار چندین بار تکرار کردم. در زندگیتون اتفاق افتاده و من هیچ شک ندارم که این اتفاق افتاده که مثلا شما آمادگی اصلا نداشتین که فردا عید است، یعنی دفعتاً که فردا خانه‌تان مهمان میان یا عید است و شما واقع‌گیر میشین و هیچ آمادگی هم نمی داشته باشین، در اون حالت خراب شدید. بله امی پارسال که عید اعلان شد یک روز پیش و عید رمضان بود ما همه روزه داشتیم دیگه. خانی ما همه میهمان آمد میگن عیدتان تبریک. ما تعجب کردیم میگیم هیچ وقت هست دیگه. اما یک روز بود که امارات اسلامی در یک روز پیش اعلان کردن ما کم سرپرایز شد. بسیار خوب. یک وقتی کوتاه داریم دوستان دوباره زود برمی‌گردیم. دوباره شما از خوش آمدید میگم. در ادامه برنامه هستیم با مهمان عزیز ما در کنار ما هستن. بازم شما را خوش آمدید میگم در این برنامه و عید از دوباره تبریک و تهنیت از می‌دارم. حالا در ادامه سوالات ما از شما میپرسیم که وقتی که آمادگی میگیرین و این وظایف خودتان یعنی می داشته باشین و همچنان وظایف شفاخانه می باشه، اما
خانه می باشه، اداره کردن این کار آسان نیست. یکم از تجربات برای ما بگوییم که روحیه بگیریم که در عین حال دو کار چطور انجام بدیم. بله عزیزان، این قسم از انسان اداره کردن کارخانه یک جای کار دشوار است. باز خوشبختانه که خواهرم از کارهای خانه را او اداره میکنه. دیگر کارهای بیرون هست بسیار دشوار است و مریض بسیار زیاد است. حتی بعض وقتا روزش میشنده بیرون 3 شب 4 شب کار شفت میباشیم. حتی بعض همکارهای ما بدن نمیتونیم غذا میکنیم که به جای ما شفت باشه. تا او عدی که من وظیفات خانه طرف نمیتونم مسئولیت زیاد است. دیگه امید که ما خدمتگزار وطن باشیم به خاطر دیگه خاص همین چیزا هست. تصمیم داریم در روز اول عید چه کارها کنید یا معمولا روز اول عید چه چیزا میگذره؟ وقتان خوشایند میباشه یا خستگان؟ برای من همچنان روز اول عید بسیار خستگان میباشه. خب برعکس بر من روز اول عید بسیار خوشایند میباشه. آن آغاز عید است، روز است که انسان شاد باید باشه. دیگه کنار فامیل خیلی شاد میباشیم، خنده و مزاح باشیم، حتی بعد خاطرات گذشته را به یاد بیاریم و این فامیل میباشیم. روز اول عید است فکر کنیم گرد همه یک فامیل داشته باشیم. قربانی همه داشته باشیم؟ ولی چرا نیم؟ بعد اوقات رو میکشیم، بعد اوقات دوستان میکشیم. دیگه روال است نظر اقتصاد روز دوم، سوم چند روز دیگر کار می داشته باشه و کدام روز عید روز اول عید است شفت ندارید، کدام روز شفت دارید نزدیک و ما بگوییم خوش هستید یا میخواید در خانه باشیم یا در خانه بتون در روزه؟ البته من که در خانه بیشتر باشم برام خوش میگذره. کنار مردم گوناگون انسان احساس راحتی میکنم تا اونا خدمت میکنم و دیگه بخاطر اینکه میخوایم راحت باشم شفت شبانه را گرفتیم. بخاطر روزانه عموما مهمان می داشته باشیم شون شب بجایی که خواب کنیم میرم که مردم خدمت دیگه عموما همین 3 روز عید و شفت شبانه اونا را مخته کنیم. درست است، بسیار خوب. خودتان چه استعدادهایی دارین در پروی این که و درس و تحصیل پرداختین؟ چه استعدادهایی دارین؟ مهمتر از این گفتن خیاب دارین، یعنی چون خیلی فوکس همگی و آشپزی میباشن. بله البته یک نوع کسا و دوستا کارات دوستان میکنن که دیگه پختنه یا داری کم تجربه میکنه چون نکه اصلا خورد خانه بود و نازدانه بود و مثلا خدا کار نمیکرد و آشپزی را اصلا در ابتدا من یاد نداشتم. بس اوقات برمیگفتن برو دیگه که یا شور میشد یا شوله میشد یا میخو، اما فعلا شکر الحمدلله آماده شدیم و یک حدی به این دیگه میگه دخترها را خیلی که عید شاد اصلا تمام نمیشه از ما دیگه 4 روز 5 روز عید است و انسان هر خوشحال باشه و پر انرژی باشه و زندگی بر شاد باشه امروز برش عید است. سوال شده که مهمان ازش خوشتان نبیه حالتان آمده باشه و مجبور شوی به او دیگ گفته کنی یا مهمان نوازی کنی، یک میزبان خوب باشی برای البته تا امروز تو نشده کنیم که اون مزیدش نبه میخواد دوست دست دیگه. یک روز سمینار داشتیم در شفاخانه و بسیار سرسنگی بود از خاطر ماما جان آمده بودن دیگه. واقعا نهانه مادر جان مون نبود، خواهر مون نبودن دیگه. من دست بخشم چکار کنم اینا آمدن و من سمینار دارم رسم بودم دیگه. حتی تونستم کار کردم، حتی کار از بیرون سفارش دادم نمیتونم رسیده دیگه. اینا که اینا چاشته خوردن رفتن بلافاصله خود رساندم شفاخانه دیگه. همزمان دو کار ایشون این نیست که کسی انسان روحیه گرفتن انسان از شما یاد میشه. خیلی یعنی در حین حال دو کار کردن هم مهمان داشتن هم سمینار داشتن یک استعداد واقعا یک استعداد خیلی فوق‌العاده میخواید که شکر به شما داشتین موفق شدید. تشکر مدیشان لطفا نظر کنید. از کدام سوال چیزی از من هم میپرسید مشکل نیست در خدمت؟ البته چرا نی عزیزان بعید تصمیم دارید چیکار کنید؟ اول ایده اینجا اول شما دوستان عزیز بودم که دوم سوم
من همچنان دیگه مثل خودت شده خانه می باشم. در عین حال اونجا کار می داشته باشیم، از وقت بخش دندان می باشه و مریضا زیاد می آید. به خاطر اید برای خدا احیانا زیاد درد می گیره چون شیرینی اون حجم استفاده می کنه. و دیگه من شاید روز سوم اید در شبخانه باشم، دوم ایدم مهماندار می باشم، من میزبان می باشم. روز اول ایدم تا اینجا سفری کردم. اما تو هست در گذر تو وقت شده که از کسی به زوری بکنه باشه؟ دقیقا چرا نه این دیگر چون مردم افغانستان و خاص خود بیشتر این نمیتونم دیگر ما مجبور میشیم به زور بشیم. وقتی خانه ما میمان میایه اول میگم که میوه بخوریم، وقتی میوه چای خورده بعد از اون میگم ایدی ما یعنی جبر از سرشون میتونم میلاری؟ واسه در ازشون میتونیم یک گیلاس چایی که میخوریم ظرف است قیمت داره دیگه راه حساب کنید کش کنید. البته خیلی شوخ هستید. بله در خانه خیلی شوخ هست شاید سالا خوشید مثل راز باشه. نابطلم هم شوخ هستم، هم نازدانه، هم خالو در کل دیگه حیا این حال در موقعیت های مردم و یک مرحله قرار دارم. تا حال شده تصمیم میگیرید ازدواج کنید؟ والا یک سوال خیلی سخت پرسان کردید. من در عین حال و درس‌های فکر میکنم، به این فکر میکنم که در پای خود استوار شوم، به یک جای برسم و موفق شوم و در زندگی پلان‌های در از مدت خیلی دارم و در پلان تصمیم ازدواج فعلا نیست دیگه. ببینیم چی میشه. بسیار خوب. یک وقت کوتاه داریم دوباره زود برمیگردیم. دوباره خوش آمدید به برنامه ایدی با من هدیه محمدی. ادامه برنامه است و روز اول اید است و تمام ملت‌های عزیزم که با ما نو پیوستند تبریک و تهنیت تقدیم دارم که باز هم کنار گیتا جان هستیم و یک دختر با استعداد فوق‌العاده می داشتم و باز هم در ادامه سوالات از اینا سوالات رو می داشته باشیم که چی نظریات دارن، چی کارها کردن پایین و چی از اینا روحیه بگیریم. موقع یک شخص قابل افتخار است. میشه برای جان گوش نظر مدید بیرون باشه دوباره گیتا جان در خانه در کارهای خانه معمولا چی سهم داری و بیشتر در روزای کارهای خانه خود بیشتر میباشه دیگه. تو چی سهم داری؟ چی کارها میکنی و در خانه خواهر داری؟ کی کار میکنه در خانه تو؟ در کارها خانه رو معمولا دختره میدونی؟ پلان گذاری میکنی یا تو پیش آمد خود خواهر؟ خیلی نفر سعی خنده کرد. گیتا جان در کارهای خانه چی سهم داری و کارهای خانه خب معمولا بیشتر میشه در روزهای اید و تو چی کار میکنه در خانه که کارهای روزمره و پلانگذاری هم داری یا هم تو پیش آمد خوش آمد است؟ البته کارها که هست اون پلانگذاری میشه و آمادگی اید که عموما مردوش میشه چون خواهرم که اصلا آشپزخانه رو کنترل میکنه مادر جان رو میزبانی از میزبانا میکنم و عموما میزبانی میوه و چیزا که عموما بدوشون است و میوه های اید همه چیز که هست من خودم تنظیم میکنم نظم چیزاش خودم مدت دارم حتی به برادرهای اینا اجازه هم نمیتونم مثلا بگم من میخوایم نظر خود بگردم روی دور کنم و همیشه از این معلوم میشه که خیلی استعداد فوق‌العاده دارید و خوش سلیقه هستین. از همه مهمتر تشکر از ایشون نظر دارید تا ای که خیلی با استعداد دارید. استعدادهای مثلا آرایشگری چقدر استعداد داری یا هم حیاتی. دوباره خوش آمدید.
تمامی بینندگان عزیز و دوستان ما که تا این زمان همراه بودن و بیننده برنامه ما بودن، تشکری کنم باز هم یک بار دیگه ایده به تمامی شما تبریک و تهنیت عرض می‌کنم و یک عید خوب و خوش کنار فامیل هایتان داشته باشید.